همکارمون آقای عظیمزاده از لبنان با ما خواهد بود. آقای عظیمزاده کجا مستقر هستید؟ آقای شما وای ببخشید من خیلی عذرخواهی میکنم. گربه دقیقاً رو سقف برنامه ما داره راه میره. بریم سراغ ترانه بعدی. من واقعا گربه میترسم، دست خودم نیست. میگن یه آقای رو منبر سخنرانی میکرد، دید زیر منبرش تق و توقه. سرش و دلاچه دید یه دختر پسر رفتن زیر منبرش با هم شوخی میکنن. این خیلی ناراحت شد، چرا زیر منبر من؟ عضوارم میخواست منبرش به هم نخوره. میگفت مگر غیرت نداری؟ مگر شرف نداری؟ مگر مذهب نداری؟ تسلت سرش آورد، آقا همه چیز داریم، جان نداریم. حال سوال من سوالم اینه، کرج 2000 خب بیننده بخشایی از اجلاس سراسری نماز بودید که در محمد شهر کرج در سنگ و محکم و مرتب افتخار دوستاتون. خودتونم خیلی ازت ممنون هستم از اینکه میتونیم پیش بچه ها باشیم، سالم باشیم، باشون حرف بزنیم. خدا بخشیدش. مرسی گلم، خوش اومدی شما. این دلن آفگار. من انگلیسی صحبت میکنم. Hello, my name is Darius. آفرین، کلاس زبان. تولد حضرت مسیح. هستیتونم، خوش اومدی. شما اسمت چیه؟ چی خاله؟ محمد. کدام حیوان ایستاده میخوابد؟ اوه کیه اینجوری میخوابه؟ لا اله الا الله. فلامینگو یا لکلک؟ من فکر کنم لکلک وایساده نشسته‌شم خوابه. فلامینگو میخوابه. بار کلا فلامینگو چه شکلی بود قیافش؟ شبیه چیزه اون که اینجوری راه میره؟ چه اونجوری راه میره؟ آها اون پنگوئنه. اینجوری راه میره پنگوئن. خب بارکلا این چیز بود. فلامینگو چجوری راه میره؟ بلدیم. چرا میخندی؟ خب اگه بلدی بگو با بازی یاد بگیری. اینجوری راه میره پنگوئن؟ آره بریم دخترم. بله آره این یکی بذار کج برای شما به راستی خود ببخشید. بریم 3 تا. رئیس جمهور به ظاهر سیاه‌پوست سابق آمریکا هم که برای به دست آوردن دل سیاه‌پوستان معترض به تبعیض نژادی مزمن در آمریکا به مراسم خاکسپاری جان میگن که نه بابا کرونا که دیگه این حرفا نیست، رفته تمام شده. نه گو میخورن اونا مزخرف میگن. این کرونا مال پول داره، این فقیر بیچاره مستضعفان نمیگیرن. اینم یه خبر خوبی بود، اینه به جای اینه پخش کنه. ازت خواهش میکنم، من از همه اونایی که دارن میبینن، من با تمام وجودم این حرفو میزنم، با تمام اعتقادم میگم، فقط خواهش میکنم بهم نخندی. با اطمینان میگم قلعه‌نویی از مورینیو بهتره. وزیر خارجه هلند هم سفری 2 روزه رو به تهران داره. ببینید نشسته خبری رو. تبریک میگم این توافق هسته‌ای رو. ما باید این قضیه‌هایی رو برای دولت هلند به وجود خواهد آورد. همچنین تصمیم گرفتیم سرمایه گذاری ها در زیر و خدمت شما بگیم به دنبال ما سیاست چند جانبه در خصوص اتحادیه اروپا با مواجه هستش، همچنین مهاجرت و همچنین بهش تشکر میکنم که وجود داشتید و امکان سفر به اصفهان. گفتیم که این در این موضوعات در خصوصات لبنان، سوریه و یمن حضور داشته بشه. تشکر که هفته در سازمان ملل تشکیل خواهد شد. یه چیزی من بگم قبل قابل پخش باشه خواهش میکنم. این آقا پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمیکنه. فاصلمون خیلی کمه. برو اون برتر. من مهمونم. من که نبودم سال 98 دیگه. چی میگه اینجا؟ باید ماسک بزنه. این همه ما داریم راجع به ماسک صحبت میکنیم. علی دایی چش بود نیوردیم. علی دایی چش بود نیوردیم. گوش بود چش نیوردیم. این لحظه که از نای صورت داور حتی میتونست کارت زرد قرمز رو
حذفش کرد؟ چرا عرض کردم ببینید داره الان زیر ساختش باید فراهم میشد که الحمدلله این اتفاق داره میفته و با دستور اخیری هم که ریاست محترم جمهور اشاره کردن این اتفاق میفته؟ من فکر میکنم ما تا به اصطلاح اگر بخوایم برنامه رو داشته باشیم تا 2 ماه آینده این اتفاق بیفته. بله. در مورد درگیری که هفته گذشته اتفاق افتاد اونجا با تیم خیبر، ما گفتیم فرصت رو به شما بدیم یه دقیقه شما از حق حقوقتون بخواید دفاع کنید و نظرتون رو بگید. من اولا تشکر میکنم از حضور به هر حال از این تماسی که برقرار کردید با ما. من خدمت شما عرض کنم خوشحالی بکنه، ما خوشحالی آنچنانی نداریم که بازیکن حریف بره مقابل تماشاگران تیم مقابل، تماشاگرانی که حالا یکی جلو بودن 2-1 افتادن عقب و بسیارم ناراحت هستن. بیسته لباسش رو پایین بیاره، عضوی از بدنش رو نشونه تماشاگرای ما. من نمیدونم اونجا تماشاگرای رامشیری باید این بازیکن رو تشویق میکردن، هورا براش میکشیدن. تشکر میکنم، وقتمون خیلی کم، شما میگی خیلی به دیتیل کامل توضیح دادید. باهاتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. بریم. خیلی ممنونم. دیگه یه ذره دیگه ادامه پیدا می‌کنم. ممنون. چی می‌خواستم بگم؟ ماسه برای خودم نمیزنم، برای دیگران میزنم، در صورتی که دیگران برای من بزنن. سیسماس. ما امشب افتخار داریم که در خدمت جناب حر بن یزید ریاحی باشیم. خب خدا رو شکر خوشحالیم که اومدین، اطلاعاتتون هم خوب بود و 700,000 تومان جایزه نقدی همین الان براتون واریز شد. مبارکتون باشه. دوستتون دارم. من که شماره حساب ندادم. ندادین؟ نه. پشت صحنه خانم محمودی ازتون گرفتن. نگرفتن ازم. نمیدونم، حالا الان دوباره با خانم محمودی الان باهاتون صحبت میکنن و احتمالاً درستش میکنن قضیهشون. تا جایی که میدونم از شما شماره کارتو گرفتن. توی بازی یه چیزایی میگفتی بیا بخور، میام میخورمه. چی رو بخور؟ چی شده بود است؟ مدافع اون پنالتی رو وقتی که خراب کرد من خیلی عصبی بودم. من رو کردم به حال یکی از عواملی که اونجا آقای لطیفی رئیس از فوتبال گفتم باید اینا رو بخورن. اصلا این چیزی بخورن. یعنی اون جمله معروف که میگم مثلا بخورش، یعنی این یه اصطلاح عامیانه است آقای پوربخش بین خودمون و فوتبالیستا. رو به نیمکت حریف نبود که چیزی رو بخورن. نیمکت حریف ما چیکار داریم؟ بالاخره پس بازیکنتون چیزی رو پس نخورد دیگه که باختید بازی رو. نتونست. خانواده‌ام خیلی براشون خوندن درسم مهم بوده. چی خوندین؟ آموزش زبان انگلیسی. انگلیسیتون هم خوبه؟ بله، بد نیست. خاله شادونه الان میتونه با بچه‌ها 2 دقیقه انگلیسی حرف بزنه؟ آقای رشید ببینن خاله شادونه رو توی قالب دیگه ببینن. خب قشنگه. آقای رشید پور. Ladies and gentlemen, she's خاله شادونه would like to. Thank you. Good morning. I'm very happy this program now on, and because Mr. Reza Rashidpur is very good professional showman, and I'm very happy this here. It's morning is very good because I'm here. Thank you, and I am window. فقط ما مثل بقیه 80 میلیون ایرانی که دوست دارن تیم ملی، ما هم طبیعتا دعا میکنیم که تیم ملی، چون این قهرمانی وقتی قهرمان بشه تیم ملی میشه، قهرمان میشه تیم ملی ایران قهرمان میشه. با هم معلوم. بذار چیز عجیب‌تر همینجا بهتون بگم، همین نگاهی که از زمان فروید جدی شد که فوتبال رو اساساً از سنخ مقوله لذت جنسی میبینه، میگه چرا شما از فوتبال لذت میبرید؟ همونطور که لذت جنسی لذت داره اینم عین همونه، از همون جنسه، از همون سنخه. آدم اول تعجب میکنه، میگه چجوری؟ بعد میگه یه مطالعه کردم، کشورهایی که آمار و نسبت شهوت جنسی توشون بالاتر فوتبال بهتری دارن، مثل برزیل، بعد آرژانتین. میگه 2 منطقه تو دنیا هستن خیلی معروفن. این داستانهای من هیچ نظری ندارم دیگه راجع به والا دیگه بسوز پدر تجربه. آره. برزیل برزیل یعنی به خاطر اینه. میگه کشورهای آمریکای جنوبی و کشورهای اروپایی به این حوزه معروفن، تو فوتبال هم همینها زبان زد. دکتر تایلند چرا اینقدر موفق؟ تایلند وارد کننده است. فوتبال الان مسئله شده که من تولید کننده هستم. دغدغه جنس مواد مواد مخدر قاطی کردم. مواد مصرف جنس نیست.
این انجام بده فکر خیلی خوب اینم یه دقیقه بعدی برعکسی آنیما برعکسی آقا صدا خوب نیست آنیما من به شرکت بعدی برعکس علی آقا کمک کن شما گرفتید